با شرافت استقلالیت دولتی و وحدت سرتاسری جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت فعالیت کارگاه و کارخانه‌های صنعتی تدریجاً زیاد می‌گردد که این روند پیش از همه و بلند گردیدن اقتصادی ملی، تأسیس جای‌های نوی کاری، سطح نیکوحوالی ساکنان، تطبیق هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، صنعتی کنونی با سرعت کشور زمینه با اعتماد می‌گذارد. فعالیت جمعیتی دارای مسئولیت محدود دوستی خلق‌ها واقع در دهه اتفاق ناحیه فرخار که به استحصال خشت پخته مشغول است با تاسیس 60 نفر جای کاری زمینه گذاشت. این کارخانه نو تاسیس بوده یک ماه می شود فعالیت نظر است دارد که علاقه خریداران محصولات پیدا گردیده است. ساکنان به کار جلب گردیده از راه اندازی تشبس‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و جانبداری صاحبکاران اظهار سپاس و قناعتمندی می نمایند. باید یادآور شد که تا امروز در ناحیه چنین کارخانه موجود نبود. ساکنان برای بنیاد انشاءات ساخته شونده خشت پخته را از دیگر نواحی منطقه کلوب یا شهر دوشنبه دسترس می نمودند. همکنون با فعالیت روزمره کارخانه نوی استحصالی خشت ساکنان ناحیه فرخار و دیگر ناحیه های منطقه کلوب امکان دارند که چنین مصالح ساختمانی را از این کارخانه نو بنیاد با نرخ نسبتا ارزان دسترس نمایند. اقتدار استحصالی کارخانه 85,000 دانه خشت پخته را در یک شبانه روز تشکیل می دهد. عین حال استحصال خشت پخته در جمعیت دارای مسئولیت محدود دوستی خلق‌ها در اساس فرمایش میزاجان برآمده شده است. به اطلاع مسئولان دستگاه و تجهیزات معاصر خشتبراری کارخانه از شرکت‌های پیشرفته جمهوری مردمی چین دسترس گردیده در مقیاس ولایت ختلان یگانه محسوب می شود، زیرا با استفاده وسیع دستگاه و تکنولوژی‌های کارخانه می توان در یک وقت چند عمل را اجرا نمود. انشاءات صنعتی از جانب صاحبکار محلی عبدالمنان شریپوف در دایره نقشه چورابینی‌ها بخشیده به استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده است. هدف از چنین اقدام سازنده به خاطر زیادشوی حجم استحصال مصالح ساختمانی، فراگیری ساکنان محلی با جای کار و رشد ساحه صنعت در ناحیه محسوب می‌یابد. با مقصد بازهم بیشتر فرا گرفتن ساکنان محلی و رشد بی سابقه ساحه صنعت از جانب صاحبکار با ساختمان مرحله دوم کارخانه برآمده شده در آن استحصال خشت‌های سمنتی و سنگ‌های آرایشی پیش بینی شده است که بعدی به استفاده دادن انشاءات صنعتی با 30 نفر ساکنان با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین خواهند گردید. خیرین سامرازاده، محمد میرزا، ناحیه فرخار، اخبار.